02. من یه فیلم کوتاه تهیه کردم، روز جمعه است و دقیقا الان ساعت 9:55 یعنی 5 دقیقه به 10 صبح هستش که ما ساعت 8:45 تقریبا این اتفاق افتاد که من یه فیلم کوتاه تهیه کردم. من برای توضیح بیشتر الان مجددا یه فیلم دیگه میخوام بذارم که کامل قشنگ توضیح بدم که اون تفاوت دیتا یعنی چی. ببین، من اینجا 3 تا بروکر رو الان ران کردم. هر 3 تا بروکر که یکیش حالا FXCM که فوق العاده دیگه، واقعا اصلا هیچ حرفی توش نیست FXCM و به اصطلاح دیتایی که میده دیتایی بسیار عالیه. ضمن اینکه این حساب FXCM هم حساب ریل هستش و اون دوتای دیگه هم حسابای دیگه هستش. منتهای مراتب من بحثم سر این کندلایی هستش که اینجا زده شده. خب من تو بروکر اولی نگاه میکنم، من تو تایم فریم 1 دقیقه هستم و قیمتم که خب لایو بازاره و میبینید که 4184 الان. و اون ساعتی که من اون عکس رو تو گروه گذاشتم، یعنی عکسی که من تو گروه گذاشتم اینجا گفتم به بروکر سوم، حالا دقت کنید، من میخوام این مطلب براتون جا بیفته که وقتی حرف میزنم بدونید که حرفم همه با سنده، همینجور رو هوا حرف نمیزنم. و تو گروه تحلیل مارکت که بچه‌ای که هستن دارن میبینن که خب من این پیام رو همون موقع گذاشتم، همون لحظه گذاشتم. حالا میخوام اینجا توضیح کوتاه بدم. ببینید، ما تو تایم 1 دقیقه، تایم فریم 1 دقیقه تو این بروکر اولین کندلی که اومدی اتفاق افتاد و شادو زنی و ساب زنی رو زد 4150 پایین ترین قیمت بود. یعنی اومد قیمت تا 4150 و با این کندل دقیقا میبینید با این کندل اومد 4150 ممیز 83 لو این کندل هستش و بعدش دوباره برگشت بالا. حالا تو دومین که نگاه میکنیم میبینیم تو دومین بروکر 4174 هستش، یعنی دقیقا کاملا برعکس اون، یعنی لوی این کندل 4174 هستش و باز برگشت بالا. حالا تو سومین کندل، تو سومین بروکر 4175 هستش پایین ترین قیمت، یعنی 3 تا قیمت بسیار متفاوت و با فاصله از هم و حالا برگشتایی هم که دادن خیلی مهمه. خب من تو کندل تو این بروکر که 4176 رو زده نگاه میکنم میبینم چقدر اومده بالا، $13 $12 برگشته بالا و بعد از اون دوباره اومده یه حساب زنی دیگه کرده که منتها فرقش با دومی تو اینه که این کامل بدنه است، یعنی معتبره، یعنی کندل شادو نیستش و تا کجا اومده؟ تا 4172. حالا دقت کنید، تو بروکر بعدی که میریم میبینیم دقیقا وقتی 4174 رو زده تو اولین برخورده و چیزی که اومده بالا $13.90، 13.91، در حالی که اونجا 12 خورده ای تا بالاترین نقطه بود و تو پایین ترین نقطه 4170 رو زده و تو 4170 هم باز دوباره $14-15 اومده، یعنی 4170 دومین برخورد، اولین برخورد 4174. اما تو بروکر بعدی که نگاه میکنیم میبینیم قیمت ما تو اولی 4150 یعنی با 4175 و 4174 هم حساب کنیم $24-25 تفاوت داره و چقدر اومده بالا؟ اینجا $37 برگشته اومده بالا، یعنی اونجا $13 اینجا $37. خب حالا تو برخورد دوم چه اتفاقی افتاده؟ اینجا شادویی که زده تا 4130 زده، یعنی دقیقاً 4130، یعنی 54-5 دوباره برگشته بالا، کاری به اون ندارم. اما اینجا 4130 تو دومی 4172 4170 تو سومی 4173 و میبینید که هر 3 تای اینا با هم دیگه تفاوت دارن. اینجا $13 برگشت، اینجا $15 برگشت، اصلا یه چیز به قول معروف عجیبه. $15 اینجا 50 خورده $، خیلی تفاوت داره با هم، خیلی $56. یعنی اینجا بالاترین قیمتی که میزنه 4188. دقت کنید 4188، اینجا 4188 ولی
کندلایی که رو به پایین زدن همه با هم دیگه متفاوتن، یعنی استاپ زنی اینا، یعنی ببینید این حالا میکر مارکت هایی که میگم و اینایی که میگیم که به قول معروف حالا بروکرها خیلی دستکاری تو قیمت میکنن، برای همین ما هیچ وقت به دیتای صحیح در حقیقت دسترسی نداریم. امیدوارم که حالا این بحث رو الان قشنگ متوجه شده باشید و همین ناگسستن بودن، همین گسستگی باعث میشه که ما تو محاسباتمون کلی به مشکل بخوریم. یعنی من اگر میخواستم به فرض مثال اینجا مربعمو بندازم، مربع من میشده اینجا طبق 26 هم، یعنی لو من میشده اینجا و های من میشده این قسمت، درسته؟ های من میشده این قسمت. خب من وقتی نگاه میکنم میبینم الان با این تفاصیل، یعنی در حقیقت لو من اینجا تو این کندل که بعدن زده شده اینجا فعال شده و به های من اصلا نرسیده، در حالی که من اگه بخوام همین حرکت رو اینجا انجام بدم، در حقیقت همین کراس رو من بخوام اینجا انجام بدم، میبینم لو من که فعال شده هیچ. یه لحظه دقت کنید، در حقیقت های منم اونجا فعال میشه. الان بهتون میگم چرا. های منم اینجا فعال میشه، اینم 26 تا های من تو این کندل اینجا فعال میشه، دقیقا اینجا با این کندل فعال میشه، چون با توجه به اسپرد اینو فعال میکنه، یعنی در حقیقت بای منو فعال میکنه و این مقدار میاد پایین، یعنی از اون خود کل مربع هم بیشتر. اما تو این یکی بروکر نگاه میکنم ببینم باز دوباره همون حالته به وجود میاد. پس من دیتای صحیحی ندارم. برای اینه که ما بعضی وقتا به مشکل برمیخوریم و میگیم که مثلا میپرسن آقا مثلا من فلانجا زدم اما اینجا فعال نشد، اینجا نمیدونم فلان شد. در الان تو این مربع حتی با حساب اسپردم، اسپرد این تقریبا، چرا اینم اسپردش تقریبا 25 فعال میشه، احتمالا اینم بایش فعال میشه. اما نکته جالب اینه که این کل بدن است، در حالی که اون چقدر، اون اصلا بدنه نداره، اون هر دو بروکر فقط شادو دارن و این شادو هم خودش 25 نزدیک 30 تا با هم دیگه اختلاف داره. یعنی ما اگه نیمه اینو بگیریم میشه 19 دلار. اگر ما با این بروکر میزدیم، دقیقا خوب دقت کنید، 19 تامون دقیقا یعنی نصف تیپیمون رو داده بود، دقیقا 19 تامون رو داده بود اگر با این بروکر، یعنی اینجا وارد سل حساب اون فعال میشد، ما دقیقا 19 تامون اینجا بهمون میدادش و نصف فاصله مربعمون رو اینجا گرفته بودیم. اما تو اون یکی ها اگه این کارو میکردیم همینجا استاپ میخوردیم. یعنی در حقیقت من میخواستم اینجا مثلا به فرض مثال حالا با اغماز اینو بگیم 46، حالا مثلا بگیم این چون 30 تاست مثلا شاید تو این فعال نشده اصلا، اما تو این یکی فعال شده، تو این فعال شده، 100% فعال شده چون 25 اسپردش، تو این 100% فعال شده و باعث ضرر زیاد میشه. حالا امیدوارم که فقط این بحث دیتا رو خوب دقت کرده باشید بهش، که اگر یه زمانی میبینید مثلا شما میگیرید میگه آقا مسد کوما گرفتیم اینجوری شد، نمیدونم چرا اونجا اینطوری شد، چرا اینجا، با ما به دیتا صحیحی دسترسی نداریم. دیتا صحیح کسی میخواد، یه سری هستن، یه سری بروکرها هستن، یه سری شرکت ها هستن که اصلا کارشون فروش دیتا، تازه اونم بازم صحیح نیست، اونم بازم کاملا صحیح نیست، ولی باز بهتر از این بروکر است. بحثم سر فقط همینه. امیدوارم که حالا این مطلب قشنگ کامل با این توضیح 7-8 دقیقه‌ای قشنگ کامل دوستان متوجه شده باشن که اونجا وقتی من تو اون فیلم میگفتم برای فیلم پریروز که میگفتم آقا نه اینجا سلستا، من گفتم از نظر من سلستا فعال شده و دیدیم که الان اونجا اومدم نشون دادم بهتون سلستا من اونجا فعال شده. اما چیزی که الان هستش اینه که من دیتا صحیحی ندارم. چون دیتا صحیحی ندارم به مشکل برمیخورم، برای همینم اذیت میشم. یعنی به فرض مثال من یه چیزی رو میام محاسبه میکنم، مثلا به فرض مثال مربعمو کشیدم، همه کارمو انجام دادم، اما میبینم اصلا اون چیزی که اون اتفاقی که میخواستم نیفتاده. حالا چرا نیفتاده؟ به خاطر همین، به خاطر اینکه من میگم دیتای صحیحی ندارم. این دیتای صحیح باعث میشه که، دیتای ناصحیح باعث میشه که من تمام محاسباتم هم به خطا بره.
امیدوارم که دیگه میگم این مطلب رو قشنگ کامل براتون جا افتاده باشه و قشنگ متوجه شده باشید که وقتی حرف میزنم همینجوری رو هوا نمیگم، یه چیزی میدونم که میگم. یعنی وقتی اینجا میام حالا نمیدونم هر کاری که میکنم بدون دلیل نیستش و حتما یک دلیلی داره که اونی که باید بفهمه به نظر من میفهمه. انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشید، آدینه خیلی خوبی داشته باشید. کل مباحث رو که مرحله حالا با همدیگه انشالله پیش میریم. ولی دوست داشتم که این مطلب رو حتما بهتون بگم که ببینید چقدر ضررهای ما به خاطر همین نداشتن دیتای صحیحه. چون خیلی فرق 4130 کجا 4172 کجا، یعنی 4172 تقریبا این بالاها میشه، اصلا یه چیز به قول معروف خفنی میشه. یعنی تا اینجا میشه، این تا اینجا میشه، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. شما وقتی نگاه میکنید هم که تایم فریم ها رو داریم میبینید، همه تایم فریم ها هم که تو تایم 1 دقیقه بودش که انجام دادیم. من دوباره برگردونم که ببینید همه تایم فریم های ما 1 دقیقه است. یعنی چیز نیستش که بگیم خب تایم ها اون فرق میکنه، نه، همه تایم های ما تایم 1 دقیقه است و اینجا میگم 4130، اونجا 4170. من اینم 1 دقیقه کنم که میبینیم 4172 و جالب اینجاست که تو بروکر سومی ما 4000 قیمت 4170 رو میده. اصلا 3 تا دیتای مختلف تو 3 تا بروکر مختلف. حالا امیدوارم که دیگه این مطلب براتون جا افتاده باشه. وقتی اونجا برمیگردم این رو میگم تو بحث کراس ها، امیدوارم که براتون جا افتاده باشه. حالا من تو گروه هم میگم، توضیح دادم تو گروه تحلیل مارکت و ایچموکو که آدرسش هم اینجا گذاشتم، همه اینا رو توضیح دادم. این گروه تحلیل مارکت ایچموکو ما هستش و اینم که آدرس گروه یوتیوب ما. حتما دوستان لایک کنن و سابسکرایب یادشون نره. ببین لایک کردن تو با هزینه برای تو نداره، برای منم حقیقتش چیزی نداره، اما باعث میشه که تعداد بیشتری مثلا ویدیوها رو ببینن. حالا که ما داریم زحمت میکشیم، حداقل دیدار از نظر الگوریتم یوتیوب به تعداد بیشتری معرفی میشه. پس حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید. حتی اگه موافقم نیستید اشکال نداره، دیسلایک کنید، مشکلی نداره. به قول معروف نظرم که میدید اگر نظر منطقی باشه مطمئن باشه جواب میدم. ولی اگر ببینم نظر چرت پرت جفنگه، چون من میشناسم دیگه، نوع پیام ها رو میشناسم دیگه. وقتی که تو اون گروه آرشیو عرض کردم دیگه، وقتی من سلامم میزنم یه سری عمدن، خب این مشخصه دیگه، کاریست که برنامه ریزی شده است، یه کاریست که به قول معروف همه با هم دیگه هماهنگن. دقیقاً 4-5 نفرم هستن. تو یوتیوب هم الان همینطوره. اون 4-5 نفر دقیقاً هر 4-5 تا با هم دیگه پیام میذارن، هر 4-5 تا با هم دیگه شروع میکنن مثلا. البته هدفشون هم همینه، هدفشون اینه که منو عصبی کنن و ناامید کنن که من کلا اینجا رو مثل گروه تعطیل کنم. ولی کور خوندم، من محکمتر از این حرفا هم و حتما ادامه میدم. روز و روزگار خوش. امیدوارم که آدینه خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهدارشون.